236 میلیون نفر داخل بایننس ثبت نام کرده. اولین قدم خود داخل کریپتو بگذارین و شروع بکنین تریدینگ. براتون که مثلا کسی تو را مجبور ساخته ای کارا بکنی، مثلا مجبور به این مناسبت یک نفر میخواد که سر تو آیدی جور بکنه و بره خودش خرید و فروش بکنه یا به نام تو استفاده بکنه، کار نکنین، هر کس خودش باید انجام بده. مثلا اینمی قبول کرد ولی شما این کار انجام ندین که به قسم سادگی بگذارید. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال بوده باشین. امروز در مورد بایننس صحبت میکنیم که چگونه برای خود یک اکانت بسازین و اولین قدم خود داخل کریپتو بگذارین و شروع بکنین تریدینگ. میفهمم بسیاری شما کامپیوتر ندارین، شما شاید یک تلفن داشته باشین و براتون سوال باشه که آیا با تلفن میشه که ما از بایننس استفاده بکنم؟ جواب است بله، میتونین که از بایننس استفاده بکنین و خیلی هم راحت تر میتونین نسبت به کامپیوتر از بایننس استفاده کنین داخل تلفن‌های خود. امروز میریم قدم به قدم یاد میگیریم که چگونه شما میتونید با تلفن‌های خود این کار انجام بدین. هر کاری که من انجام میدم شما ویدیو را پاوزه بکنین یا بگذارین که اونجا باشه، برین کار انجام بدین، دوباره ببینن ویدیو را ببینید تا اینکه قدم به قدم بفهمین که داخل بایننس چگونه میتونید ثبت نام بکنین و چه قسم میتونید که اعراض هویت بکنین. و براتون قدم به قدم ثبت نام و اعراض هویت نظر به ممالک فرق میکنه. برای شما میگم خصوصا در افغانستان چگونه میباشه، در اروپا مثلا در آلمان چگونه میباشه. بریم ببینیم که چه قسم میتونید ثبت نام بکنین. زیر هر ویدیویی که شما ببینین اینجا لینک صرافی بایننس گذاشته شده. کلیک میکنین، وقتی داخل صرافی بایننس شدین اتوماتیک شما رو در جای میبره که شما باید برین ایمیل و یا هم نمبر تلفن خود را بگذارین تا اینکه بشناسه که واقعا شما هستین و دیگه اکانت ندارین. اولین کاری میگم اکسپت کوکیز انتخاب میکنین، یا یکی دست راست داخل سفاری میرین یا همین قسم پیش میرین. به نظر من همین قسم شما پیش برین. خوب است، کلیک کردین، هر صفحه که باز شد برین پیش. اول اینجا نوشته است که ایمیل یا فون without country code، شماره تلفن یا ایمیل شما میتونین فعال بکنین. در پایین اگر ببینین نوشته است continue with Google، continue with Apple، اینا میتونین شما با اپل آیدی تون اینجا ثبت نام بکنین و گوگل هم با خود جیمیل میتونین ثبت نام. اگر شما کدام اکانت دارین داخل جیمیل میتونین استفاده کنین و اینجا اپل آیدی کسی که با اپل آیدی خود ثبت نام میکنه. حالا شما میتونین ایمیل نوشته بکنین و هر ایمیلی که خواستین میتونین نوشته بکنین. من ایمیل میزنم. وقتی شما ایمیل نوشته کردین دست چپ پایینک نوشته است by creating an account I agree to Binance. خب اوکی میکنی و نکست اوت. با می ایمیلی که شما نوشته کردین یک کد روان میشه، میرین کد پیدا میکنین. خب شما وقتی که داخل شدین ببین میبینید نوشته اکانت اکتیویشن کد، اینجا نوشته است. کلیک میکنین و اینو کپی میکنین، دوباره من در روی صفحه که اینجا نوشته بود اینجا کد کلیک میکنین. اینجا شما حالا پسورد نوشته میکنین. پسورد چی نوشته بکنین؟ باید از 8 تا 128 چرکتر باشه، یعنی دانه باشه. اتلیست یک نمبر، یک دونه حداقل باید نمبر بگذارین و یک دونه حرف بزرگ بگذارین. مثلا نام ما حالا احمد است، میخوایم احمد بگذارم به شکل درستش نوشته شه. مثلا احمد ای شکلان نوشته کنم، احمد اینجا نوشته کنم احمد ای شکلان دیگه‌اش خورد احمد 786. مثلا اینمی قبول کرد ولی شما این کار انجام ندین که به قسم سادگی بگذارید. مثلا اگه احمد هستین احمد 786 یک علامه مثلا بعدش تاریخ تولد نمیفهم ساده باشه. اون چیزایی که مثلا از سخت بسازن مثلا 452 مثلا فلان قسمی از یاد داد استفاده کنین سخت میشه، ولی که یاد شما هم نره. یک جای نوشته کنین، یک جای سیو بکنین پیش خود. شما قبول میکنن، نکست میزنین، ویلکام ابورد، تبریک باشه شما اکانت بایننس خود ساختین. بعدش نکست میزنین، کیپینگ اپدیت. اینجا سوال که میاد این به شما رب داره میخواین که از خبرها و از چیزایی که جدیدی که داخل بایننس می باشه خبر شوین یا نشوین. اگر میخواین اگر نه نمیتونین، هر کدومش که دلتون خواسته باشه اون کار انجام مثلا میزنم. نوشته است اینجا که شما اینوایت شدین با سنور 016 یعنی در لیست افغانا آمدین. دانلود میزنم، در تلفن خود دانلودش میکنم. وقتی شما بزنین اگر شما تلفنتون گلکسی باشه یا اندروید باشه داخل اندروید شما رو میبره و اگر اپل باشه شما رو داخل آی او اس میبره. اشتباه نکرده باشم، اگه اشتباه کرده باشم ما رو ببخشید لطفا. بعدش مثل از این دانلود میشه و آپدیتش باید میکردم. بعد از اینکه منتظر میباشین که دانلود شوه و اینستال شوه که از ما فعلا آپدیت شده رسیده، اوپن میکنینش. پس دوباره به اینجا بین باز است. شما چی میکنین؟ داخل خود بایننس میشین، بخش ساین اوت لوگین میزنین، بالا همون ایمیلی که نوشته کردین در اول همون چیزی که نوشته است همون میزنین، gmail.com نکست میزنین. شما میگه پسورد برام بتین، اون پسوردی که زده بودین احمد 786 چیزی که زده بودین میزنین، وارد میشین. داخل ایمیل شما باز دوباره کد رفته به خاطر که مطمئن شون که شما هستین و کسی دیگه از شما استفاده نمیکنه آیدی شما را. باز دوباره کد جدید اومده، کلیک میکنین کپی که میخواینش، اینجا پیست میکنین
اولتر از همه در صفحه اول به شما نشان میدم نوشته verify to get 20 USDC. اگر شما رازوبیت انجام بدین 20 دونه USDC شما از این لینک به دست میارین. اوکی من میخوایم که میره بگیرم از چپ تا بالا برین، از اونجا میتونین که برین وریفای بکنین یا میتونین از پایین میتونین که وریفای بکنین. بخش ریوارد هابس بریم. اینجا برای شما میگه که اگر شما حداقل $10 ترید بکنین 50 USDC باعث تریدینگ فی میگیره، یعنی تا $50 شما فیس نمیگیره، $50 فیس حساب میکنه. اینجا دپوزیت کریپتو $10 دپوزیت بکنین و $30 فیس میتونین باز بگیرین. اینجا گفته که کامپلیت آیدنتیتی وریفیکیشن تو گیت 20 USDC تریدینگ فی ریبیت واونچر. شما میتونین به شکل واونچر از این بگیرین، تقریبا 60 USDC میتونین بگیرین و اون رو باعث کمیشن در تریدای خود استفاده بکنید. بین امروز صفحه نوشته وریفای آیدنتیتی. شما وقتی اگر در آلمان هستین اتوماتیک میگه که شما در آلمان هستین و نظر به خود آلمان باید ثبت نام بکنید. گیت وریفای میزنین. فعلا مثلا آلمان رزیدنسی هستم، من میخوایم مثلا افغانستان هم انتخاب میکنم. افغانستان که انتخاب کردین میریم کانتینیو میکنین. لیگل نیم مثلا نام احمد سانور است، میدل نیم ندارم، لاست نیم هم نقیبی است مثلا. میرم پیش نشنالیتی از کجا هستین، بازم افغانستان میزنین. کس بر کسایی هست که بر داخل افغانستان بوده، یک کشورها هم براتون میگم مانند آلمان. کانتینیو میکنین. تاریخ تولدتون چیزی که از مثلا 1996 است و مثلا 15 است و روز 12 است و هر چیزی که هست را نوشته میکنین. آدرس منطقه‌ای که نوشته میکنین زیرا مهم است. داخل گوگل مپ برین یا که ما آدرسون مثلا نوشته کنین آنلاین فهم خیر خانه کابل 1 مثلا نوشته است. آدرس خود رو زیاد 100% مهم نیست. اگر در پاسپورت و تصدیقتون اگه باشه میتونین نوشته کنین. کلیک میکنین پستال کد مثلا آنلاین فهم 1001 کابل افغانستان. اینجا گفته که آدرس کد تو نمبر خانه یا اون 1 کابل زدیم خانه است. بعدش پیش میریم داکیومنتیشن گورنمنت آیدی. شما میتونین با آیدی اما تذکره‌تون میتونین که تذکره الکترونیکی باید باشه. درایور لایسنس قبول نمیکنه اگر درایور لایسنس افغانستانی داشته باشین و هم پاسپورت و آیدی کارت یا آیدی کارت اما تذکره می باشه. من پاسپورت انتخاب میکنم کانتینیو میکنم. برای شما میگه که عکس اول پاسپورتتون به قسمی که نوشته است را برین آپلود بکنین. اگر شما داخل تلفنتون اسکن پاسپورتتون دارین میتونین اینجا برین پاسپورت اسکن کنین. اگر ندارین مثلا بیاین اینجا اسکن بکنین و آپلود کنین. حالا فرض کنین کامره که اونجا هسته این پاسپورت ما است، هر زمانی که خود از دید دیدیکیت میکنه و قبول میکنه. یعنی مثلا اگر حالا مثلا این پاسپورت باشه وقتی که نشان میدین اتوماتیک میفهمه که پاسپورت است و عکس خودش میگیره. اگر شما صفحه اولتون و صفحه دومتون میخواد بعد از اینکه خلاص کردین یک عکس سلفی شما را میخواد که مثلا از چهرهتون باشه نزدیک میکنین یا پیش رو یا بغل یا بغل برابر کنین خودش اتوماتیک از شما عکس میگیره. بعدش منتظر میباشین برای شما وریفای میشه. اگر پاسپورت شما وقتش خلاص شده باشه وریفای نمیشین. تذکرتون اگر وقت نداشته باشه وریفای میشین. پاسپورتتون اگر مشکل داشت نام فهمیده نمیشد نمبرتون یا کدام مشکل داشت مثلا هر کسی ببینه ولی پاسپورت مشکل داره اونا قبول نمیکنن. عکس اگر خیره یا جلیدگی مثلا عکس میگیرید لرزه کرد یا پایین قسمی شد قبول نمیکنن. باید همه چیز پاک باشه. مثلا در روی پاسپورت وقت لایت بزنین یک بغلش میجله، جلدگی باید نباشه، قسمی باید عکس بگیرین که همه چیز خوانده شوه و همه چیز شفاف باشه. از این خاطر ریجکت میشین، قبول نمیشین. باز دوباره باید روان کنین، سه بار باید روان کنین. در صورتی که اگر قبول نمیکنه برای شما ایمیل میاد، برای شما میگه که آقای فلانی آقای احمد ما شما را قبول نکردیم به این دلایل اینی هستن. اگر نمیفهمید با گوگل ترنسلیتور برو بزن برات میگه که منظور چی بوده. بعدش همون کار انجام بده قبول میشه و برای ما افغانا رضایت میشه با باینه. بعدش حالا بریم افغانستان نه مثلا بریم ما شما از آلمان استفاده بکنیم که آلمان چگونه میباشه. البته بالا وقت افغانستان زد استارت فرام بگین ریستارتش میکنیم، یعنی اثر کسایی که در آلمان هستن چگونه میباشه. من رزیدنسی تون نوشته میکنین جرمنی یا هر کشور دیگه که هستین، مثلا نایجریا و نمیفهم سوئیس هستین، مثلا هر کشور دیگه هستین میتونین نوشته بکنین. مثلا من از جرمنی نوشته میکنم کانتینیو میکنیم. فول نیمت مثلا احمد، لاست نیم مثلا نقیبی، چیزی که در آیدی کارت و در پاسپورت تون هست همون چیز باید نوشته کنید. اگر شما آیدی کارت های پلاستیکی و مو ای کارت ها را دارین شما میتونید که ثبت نام بکنید، مشکل نداره. حالا اگر پاسپورت نداشتین میتونید با مو ثبت نام، یا پاسپورت های آبی یا خاکستری اگر داشته باشین میتونید ثبت نام بکنید. میگیم که
پاسپورت سرخ آلمان داشته باشی میتونید ثبت نام کنین. What is your nationality؟ اینجا دیگه آلمان قبول نمیکنی اگر تو پاسپورت آلمان یا قبولی دائم آلمان نداشتی. اینجا می پس دوباره افغانستان انتخاب میکنی چون تو اصلیت از افغانستان است. کانتینیو میکنی. تاریخ تولدت 1997 مثلا 08 09 هر چی که دلتون است میزنین. آدرس دقیق خانه تان مثلا جای کسی هامبورگ انتخاب میکنین. من دوباره اینجا مثلا آدرسی که هامبورگ مثلا اصلا نوشته میکنین، مثلا حالا هر آدرسی که شما دارین. چیزی که باید باشه که در آیدی کارتون نوشته است، چیز غلط نباشه. یعنی یک آدرس زندگی میکنی و آدرس دیگه در آیدی کارت است، بس قبول نمیکنن، بعدش اینا براتون جنجال میکنن. Verify your identity. وقتی قبول بکنین نوشته است که select the country where your ID document was issued. از کجا هست؟ مثلا از آلمان است. آیدی کارت، پاسپورت، residence permit همون قبولی که شما دارین 3 ساله 1 ساله هر چیزی که است. و جرمنی مثلا آیدی کارت اگه قبولی دایم، پاسپورت هم خوب است، انتخاب میکنی عین شکل عکس میگیره، عین شکل پس دوباره آپلود میشه. و اگه اون فرقی که داره شما وقتی که داخل آلمان باشین یا کشورهای دیگه برای شما با زنگ میه آیدی کارت بهش نشون میده، می پیچک کو پایین ببر بالا بر پشت سرش پیشویش نشون میده، عکس تا خودشون میگیره، پیش پرسان میکنه که تاریخ تولدت کجاست، نامت چی است، طرف کامera باید سعی کنی تمام چیزا رو بهش میگی و میگه که مثلا همون سوالات دیگه میکنه که آدرس برام بگو، چرا کریپتو میخری، کریپتو چی است، چرا اومدید اینجا، مثلا میگه که من خرید و فروش کریپتو رو میخوام بکنم، بعدش قبول میکنه. برات میگه که مثلا کسی تو رو مجبور ساخته کارا بکنی، مثلا مجبور به این مناسب یک نفر میخواد که سر تو آیدی جور بکنه و بره خودش خرید و فروش بکنه یا با نام تو استفاده بکنه، کار نکنین، هر کس خودش باید انجام بده. بعدش کارا رو کردین و تمام چیزا خلاص شد. برای شما ظرف 24 ساعت یا ظرف 3-4 دقیقه تا 24 ساعت تا 48 ساعت تا شما فعال میسازه. اگر فعال نشد دفعه 2 میتونید استفاده همین قسم دفعه 3 توی که فعال بسازین. و این بود نحوه از اینکه شما چگونه میتونین بایننس تان فعال بسازین و احراز هویت با تلفن‌های خود بکنین در هر کشور دنیایی که شما هستین. حتما یادتون نره به خاطر ویدیوهای بعدی اگر میخواین در مورد بعضی چیزای دیگه بایننس بفهمین حتما در کامنت نوشته بکنین تا اینکه ما در مورد از برای شما ویدیو بسازیم. و اینکه لایک یادتون نره، سابسکرایب به خاطر ویدیوهای بعدی. خداحافظ ناصر شما.